خوب گشت راست هنی لالای ام نحمد رو نکن من تو ما به خانه شدید فقط بلده بکاری گرچه جا کاری کارمات بلده چپاری خور بیکار نه قدر میگشتی دیگه تفسیر از اون نمیگه تفسیر بیکار ششته یعنی ام نحمد بلده خوب میشه دیگه کاروان نه مجبور دیگه خبرن چی خواهند دیگر را کل تو نوربان سرباد میشه مورش مو کسی دیگر بدهش مو که کار پیدا اید نمیشه هرچی که میگردی تو میکنی یا شما دلچون در کار کدو در نظر منیه نه کارهای سخت دیگه کارهای سخت مون نمیکنم از این گفت دسمال گردوش کار در جا پیدا میشه بلده شما دیگه شما فقط دسمال گردوت موی کجوت که مویشون خراب نشنه خوب است و هرم رستی اون دختره که امروز هم داره که نام چیز کلا رفیق میشه چی میشه خب نام چی گلشاه بود دیگه اره نام از این گلشاهه خب بس کجاست بود پشینه میشه از کجا فقط از گفت از من دیشون نمانده اون لقد آقای بودی بلده لیک قبول خواهد نکنه شاید قبل من جوانی سر کتیب بیکار 4 سال میگه بیکار خورمو دلیل چون می کسی که راستی؟ از این آقای پشید نظر نام تبرو کنید که باید روز نفهمیدم من قدامای بودیم مولا بلدیم بیجام بیکار تو میدیه و اول باید خانواده شکار بکرسان نکنید خیر و دالین مرا سرکار مرا بودی که بچهش چیز وظیفه داره کاش که تو نگی نه 24 ساعت همین در کوچه بیکار میگردی خوب کارگر دیگه ما از پاسور بکن کارگر صبح روز کار نکنید نسان سر گردن از ما مبتوا بخاطر بسیار کار میکنم دوله یا مارد کل میگردم تو کارگر نیست تو امو تو پیش کار نمیگردی تو میگه کار باشه که موی از ما خراب نشنه دیگه کیف ما خراب نشنه حال پشت کار من زمان خاطر کنم خیلی کار میکنم نمه همی طرف هم زن من دیگه بخواه باید طرف نمه اون را زن زده پیشتر زن زد که ما باید خانهشون بلده اولگو در زن که من میروز من تو الان اینجا میشی بیکار که او بایم بد نیه تو برو بسن سوی راقا دبرو بشو برو نه چیز بعد پای کنم تو جمع جور کنم که من میروز هم بلدم شما نمارشم دیگه بسن دخترم نیک شماره دیگه کسرم نه خواهد بود رالم اشتاق کارلر ما خبر ندارم من دلولی بیکار میگه سوسو ما میگه 24 ساعت میگه نمیگاتی مثلا قبول ندارم قضا خوب تعریف کنید دیگه همه خوب کارگر تازه از ایران هم در خوبش ما داشت بود چیز میگه خواه هم نماده در کنم که خواه هم در کنم تو بله اشتاق جور کنم بدمن اشتاق کمه میرم جور کنم اوسته سلام علیکم سلام علیکم خوش باشین هستت خانه؟ آره چند جای میگیده سلام علیکم بل موقع رو بدهد چای میکنم نه چای آقای بیا بیشتر چای میرم آردی مرد نظر چای بوده خیلی چای نکارای ما تازه چای بوده دور آقای مردم یک چپاک مایده رفته خدا چای نمونده تو لاله شما کتاب را برعکس کشته سا چپاک برعکس بدنم ما تازه میشید کتاب نمیخونی؟ نه من خواهد میکنم براش میکنم سا چپاک نمیخونم نه تازه شروع بودم دیگه باید درس بودیم تا کجا بندر میره این آره مگنتخیو بر سرکار کار پیدا نمیشه گفتم اینی رفیق مجمع من پرسان کنم مگانه زیر
کارم گفت اولا در جا کار گفته مو لاله در کار ساختمانی کار نه همونجا به کار هستن لاله منم بودیم برد همونجا ببرا قد خود کار که هست بهش ما بگم از کارگر باشه که میگیره لاله واقعا نیاز به کارگر هم داره بیا میمونم میگم کار میکرد و کارگر دارم کار نکرد خدا ندارم دیگه میگه خوب کار بلد بچه های من برادر سوسته نه خواهد هم گیرن نه نه خود مقدر فقیز بهش به هم بگم سر بودش موار کارماش خوبه ایران مقدر خوب کار میکرد مقدر مگه اینجا بخشی نگشت نشد نه مشکل خیلی کار میکرد اینجا خوبه تصوری زن میزده از مقدر در روی ساختمان اونجا شور مخورده خبر ندارم دیگه کار میکرد که کار میکرد مقدر دوست آقای تو چقدر سرخه آقای آو یخ درین ما بلده من پلاو بیرون قدر گرم بود سایه آقای چه کنید؟ خیلی ببخشید آقای خدا بخش آقای خود چون شماله کنید شماره من چیز بونه؟ شماله خیلی دلاله زنگ بزن بزرگ و تو زنگ بزن بزرگ دلاله احوال بگره به اینجا کار رو بزرگ نه خیره در کار نیم ما خود ما که قلاله صحبت کردم در قطعات نفر به کار شد در خورد خبر بودم شماره خورد داد از ما هستن نه باز چیزا ما سوال شنیده من باز شماره است گفتم باز چیزا شماره ما رو بده او خیر بسنم دیدم ما رو نوبت مالک دست در نه بخشیش باشه کم دیر کن خیره ما یک آرکس که امتناش داده یک پشتر خیره نمیتونم خیره کانم خیلی چای خوردم وی چه کسیش در خواه ما برو دیگه بیش آقای مو قرار بود باید خانه برو که بیش خیر آقای تزیه هست بکر تزیه نه خواه نمشونه آقای بود چابوک بیا دیگر ما در آقای نمیسنم نه دست در قلب تشکر نگوش آقای دست در قلب تو خانه ما بیا برو ما میو خانه شو باشه سعی کنم مگه شد آقای نزیار گیش تکیستم سعی مردم شب